يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزیزم، چنانه که در نوارهای پیشی به ما معلوم شد که ما آزمون قرآن اعلام کرده بودیم در خواندن سوره اخلاص و امروز ما خواستیم جایزه ها و تحفه آنها را پیشنهاد کنیم. در این آزمون اشتراکچی رقم 4 عبدالله جمال الدین جای یکم را سزاوار شدند. به این شخص قرآن و تسبیح و یک مشک را هدیه کردیم. و در این آزمون اشتراکچی رقم 15 عبدالرحمن قاسموف جای دوم را سزاوار شدند و برای این شخص هم یک قرآن میده‌تر و یک مشک هدیه کردیم. و در این آزمون اشتراکچی رقم 10 عبدالفتاح نصراللهیف جای سیوم را سزاوار شدند و این شخص کتابی که پاره آخر قرآن است یعنی جزء عامه و یک مشک را هدیه کردیم. و ناگفته نماند که در این آزمون اشتراکچی رقم 1 احمد شراپوف جایزه از همه اشتراکچی خردترین را سزاوار گردیدند و این شخص هم ما تحفه های خود را داریم که پیشنهاد آنها میکنیم. از برادران و خواهران عزیزم، به همه این اشتراکچیان آزمون ما رحمتنامه تیار کرده ایم و از همه شما خواهش میکنیم که بار دیگر با واسطه واتساپ یا ایما با ما به تماس برآیید. ما رسمی این رحمتنامه ها را به شما میفرستیم و اشتراکچیانی که جای یکم، دوم و سوم را گرفتن، شما هم به تماس برآیید، نام و نسب های خود را، سراغ های خود را نویسید تا ما با واسطه پشته هدیه های شما را ارسال کنیم و این چنین به سمع شما می رسانیم که اگر خدا خواسته باشد در آینده چنین آزمون ها را می گذرانیم و شخصانی که می خواهند سرپرست چنین آزمون ها باشند مرحمت به تماس برآیید. تا امروز هیچ کس در این مسئله به ما زنگ نزده است. افسوس که در این کاری خیر هیچ کس نمی خواهد سرپرستی کند و صدها یا هزارها برادران ما در کارهای حرام مبلغ گذاری می کنند، سرپرستی می کنند به مثل در قمارها و دیگر بازی ها و در این کاری خیر باشد. افسوس که تا حال هیچ کس به تماس نبرآمده است. اعضای حکمان مدرسه حنفیه به شما منتداری خود را بیان کرده از خداوند طلب می کنیم که خواندن قرآن را به شما آسان گردانیده و در جنت برای شما مقام خاصی را نصیب گرداند. آمین و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.